بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در درس 15 با شما رسیدیم. اللهم انا نسألك علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. اینال در درس 15 ما و شما پیامبران و مکلفیت هایشان میخوانیم. ما و شما در جمله ایمانیات، ایمان به چی بود؟ به پیغمبرا بود. بناهن پیغمبران ما با اونا ایمان داریم و این پیغمبران چی مکلفیت دارن. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. و ارسل الله جمیع الرسل، الله سبحانه و تعالی فرستاد تمامی پیغمبران را مبشرین و منذرین. این مکلفیت پیغمبران چی است؟ هم بشارت میتن و هم میترسانند. انسان‌های مؤمنه، انسان‌هایی که اطاعت الله را میکنن، عبادت الله را میکنن و اطاعتش میکنن، اینا را بشارت میتن به جنت الله. بنان پیغمبران مبشرین هستند و منذرین. و همین قسم پیغمبران کسانی که نافرمانی الله را میکنن و عبادت الله را نمیکنن یا دین الله را قبول نمیکنن یا در عبادت الله شرک میارن یا مرتد میشن، برای از اینا منذرین پیغمبرا چی هستن؟ منذر هستن، یعنی ترسانندگان هستن. پس وظیفه پیغمبرا هم بشارت هست و هم نظارت از وزال، یعنی هم بشارت است که اینا را بشارت میده به چی؟ به جنت. برای کی؟ برای مؤمنین موحدین. و برای مشرکین و کفار چی هست؟ اینا برای زنا منذر هستن، میترسانن اینا را از عذاب دوزخ، از عذاب آخرت. دلیلش چی است؟ میگه و دلیل قوله تعالی، میگه دلیلش آیات قرآن است. و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. میگه این مردم وقتی که بالای کافر شدن و بالای بیبی مریم بهتان بزرگ کردن. خب، آل نخستین و آخری رسولا کی هستن؟ و اولهم نوح علیه السلام. اولین پیغمبرا نوح علیه السلام است. و آخرهم محمد صلی الله علیه و سلم و هو خاتم النبیین. و آخرشان کی است؟ محمد صلی الله علیه و سلم است که او آخر پیغمبرا هستند. اولین پیغمبرا کی هست؟ نوح علیه السلام هست و آخرینشان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این گپ سر رسول است. یکی نبی هست و یکی رسول است. انبیا از آدم علیه السلام شروع میشن. آدم علیه السلام نبی از انبیا بود. و وقتی که رسول گفته میشه، باز در درس‌های بعدی ما و شما در کتاب‌های بعدی ان شاء الله مفصل باز فرقش میخوانیم که نبی کی را میگه و رسول کی را میگه. میاد در درس‌های بعدی شما. اینال اگر از شما پرسان میشه که اولین انبیا کی بود، میگن اولین انبیا آدم علیه السلام است و آخرینش محمد صلی الله علیه و سلم است. اولین رسول ها کی هست؟ میگه از رسول اولین رسول نوح علیه السلام هست و آخرش محمد صلی الله علیه و سلم که خاتم النبیین و خاتم المرسلین هست. و الدلیل علی ان اولهم نوح، میگه دلیلش که اول رسول ها نوح علیه السلام است. این آیت قرآن است. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. این مثل ما بر تو وحی کردیم، همین قسم که وحی کرده بودیم به نوح علیه السلام و نبیین من بعده. و اوحینا الی ابراهیم، و ما وحی کردیم به ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط فرزندان یعقوب علیه السلام و عیسی علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، هارون علیه السلام، سلیمان علیه السلام و به داوود علیه السلام زبور دادیم. پس اینی دلیلش شد که اول نوح علیه السلام نامش ذکر شده. بنان اولین رسول کی بود؟ نوح علیه السلام است. و همچنان دلیل هست یا آیت قرآن ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. میگم ما یقینا که فرستادیم در هر امت پیغمبر رسول ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، که شما عبادت الله را بکنین و اجتناب از طاغوت بکنین. فمنهم من هدی الله و منهم من حقت علیه الضلاله. بعضی از این مردما الله اونا را هدایت کرد و بعضی از اینها بالایشان گمراهی حق شد. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. خب، و بناء به این شکل مثلا ما و شما فهمیدیم که این چی بود. این درس امروزی ما و شما بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.